ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم دوستا و در ماه مبارک رمضان یگانه چیزی را که بیشتر مردم دوست دارن استفاده بکنن مصرف بکنن او همو آچار و ترشی و چتنی هست. باقی صاحب سه رقم ترشی کابلی همی ترشی موکا سه رقم یکی ترشی سبز است یکی ترشی سرخ دیگه اینی که چکنی ماستی است اینی ترشی اوری است که باقی صاحب ترشی و سه نوع میشه که ترشی اوری گفتم میشه خانگی که میگن امیره میگن اینکه خودت بندازی اون قیمت ها تمام میشه دیگه. دیگه زردک چلغام میشه و گلپی زیاد گلپی هم قیمت شده. گلپی هم قیمت شده از بله. والا می آچار وطنی را دیگه پاکستانی را کم بیش دهانه خوش دارن دیگه میبریم چون ذوق‌ها مختلف است بله. کدامش زیاد آمد و مزه‌دار میتونی؟ والا زیاد مردم آل بخارا را میبرن. آل بخارا را بله آل بخارا. به نام خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی سلام وقتتان بخیر خدا کنه خوب صحتمند و سرحال باشید. به یکی دیگر از برنامه هدف میدیا با من امید بکتاش خوش آمدید. ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم دوستا و در ماه مبارک رمضان یگانه چیزی را که بیشتر مردم دوست دارن استفاده بکنن مصرف بکنن او همو آچار و ترشی و چتنی هست که هر کدامش وقتی نام میگیریم آب در دهن ما جمع میشه. ما هم امروز آمدیم به ترشی فروشی های چندول و خواستیم که گزارش ویژه را از اینجا براتون تقدیم بکنیم. ببینین که چقدر مردم مصرف میکنن و چگونه می ترشی و آچار اینا درست میشه. ما را تا آخر برنامه دوست همراهی کنید. دوستا ما آمدیم در یکی از دکان‌های ترشی فروشی و قسمی که گفتیم براتون امروز می‌خوایم که کمی صحبت بکنیم در مورد ترشی، آچار، چتنی و دیگر چیزایی که اینجا هستن چون مردم زیاد دوست دارن در ماه رمضان از اینا بیشتر استفاده بکنن. سلام خوب هستین؟ سلام علیکم برادر خوب هستین صحتون خوب؟ تشکر سلامت باشین. شما ان شاء الله خوب هستین؟ بخیر باشین سلامت باشین. میشه اول یک معرفی بکنی خدا بر دوستای ما. اسم من محمد زمان ایدری هستم یکی از دکاندارای چندول. خب بسیار خوب بسیار خوب. به نام پهلوان منشور است. خب بسیار خوب. محمد زمان جان چقدر وقت از خودت اینمی کارا را میکنی کار نمی ترشی و آچار و چتنی وینا را؟ تقریبا یک 15 سال میشه که من میکارم. 15 سال ماشاءالله خوب است. تجربه بیشتر تجربه من خوب است. تجربه خوب است. دوستان تجربه زیادتر هست هر کدامش که تعریف میکنه و میگه براتون شما هم اگر طرز دهیشو باز بر دوستا گفتی میشه که تیار بکنین در خانه. محمد زمان جان اول میشه برای ما بگو اینمیجا چند رقم ترشی وینا دارین شما؟ اینمیجا ما دو رقم ترشی داریم به حساب سه رقم ترشی کابلی همی ترشی موکا سه رقم یکی ترشی سبز است یکی ترشی سرخ دیگه اینی که چکنی ماستی است اینی ترشی اوری است که به حساب ترشی و سه نوع میشه که ترشی اوری گفتم میشه خانگی که میگن امیره میگن این گاز ترشی پاکستانی است این ترشی پاکستانی به نام مکس میاد که هر چیز داره در بین خود از هم گرفته تا زردک و تا مرچ و تا لیمو و چیزا داره دیگه اینی باز تنها هم است که این مساله جاتش و سیادانه این به نام ترشی پاکستانی گفتم میشه. این دو دانه پاکستانی است و این دو تا هم افغانی است. این پاکستانیش هم باز خودتان میسازین یا از پاکستان؟ این فقط میتونم ما خودم میتونم که میرم تیار کنم. اما اینجا یگانه چیزی که از هم نداریم. هم نداریم به اون خاطر. وقتی اینمی دو طرف باز بیشتر دوستا طرفش میبینیم یک قسم اودان جدا میکنن. چرا همین ترشی را حتی نامش وقتی میگیره اودان یک قسم آدم جدا به خاطر از اینکه ترشی یک چیز حواسی است همیشه وقت سر اشتیا انسان میاره. زمان این ما خودم ترشی پس هستم تو همیشه وقت در دسترخوان ما حتما به ترشی است. هیچ فکر نمیکنم گل خود خوش شود اگر رمضان هم سرت نخواد نصیب کنه. نه بخیر تو بخیر سلامت باشی. باز بین از این ترشیانه کدامش خوب مزه دار است؟ والا اگر درست بپرسی همین ترشی وطنی خودم
شما خیلی پرکیفیت هم است، پرمزه هم است. چون مردم ها این شاید ما شما را ببینن از روی پرده تلویزیون که ترشی ما شما خیلی پرکیفیت و پرمزه است. این ترشی پاکستانی تا که در پاکستان خود زندگی نکرده باشی خوردن مشکل است. چون ما خودم پاکستان زندگی نکردیم، بسیار مشکل است که من یک دانه از ایران خوردن نمیتونم. چرا زیاد تند است مثلا؟ طعمش فرق خوش است. مای خوش است. تون من چیزی نیست، مای خوش است. یعنی هر کس دیگه مو چی میگن، مو غذایشون ترشی و رسم ناتش اونجا ترشی فکر میکنم سرش میوه هم چندی و میوه‌ای است. چرا خمیوه وقت میوه را ما به خاطر یک شکل که وقت جور میکنیم میره گل میزنیم، باز میوه را میزنیم که همون تو خلاصه جلب توجه مردم. جلب توجه واقعتش باز همون چیزای ترش هم اونجا چندی که هر کس ببینه. چون کیوی هم ترش است، ترشی هم ترش است، تند است. دیگه اونو چیز است که کینو میباشه، کینو میمونه، ما کنیم چیزا رو مونده. خب باز فروشاتتون چطور نسبت به رمضان‌های قبلی؟ فکر میکنم رمضان بیشتر بیروارتون جاتر باشه نه؟ میشه خوب است، باز در رمضان یک ذره بیشتر است. نسبت به رمضان‌های قبلی بیشتر شده است. نسبت به رمضان‌های قبلی نه خیر، یک ذره فروشات ما ضعیف‌تر است. اینال خیر کارم این ترشی سرکه‌ای از گفتی نه؟ نه اوری. یعنی اوری گت میکنین او با اون طعمش بسیار فرق میکنه. طعمش فرق میکنه. این تماما چیزش آماده است. 15 روز پیش 20 روز پیش مفته این آماده است دیگه. این اوری خانگی سی برای معده و برای جای باز ضرر هم نداره. اینا یک کمکی میشه در مورد طرز تهیهش بر دوستا بگی، هرچند تمام دوستا شاید بندازن نه در خانهشان بلد باشن، ولی قسمی که شما بندازین دیگه قسم بلد نیستین، شما تجربه دان بیشتر است. کدام چیزا را اضافه میکنین که لذتش بیشتر میسازه از ترشی خانگی؟ در بین ترشی اوری که از بانجان، از زردک، از شلغم است، همین هفت رقم موادی که دمی ما بندازیم است. باز در بین از این سی رو خود اوری را که علاوه میکنیم، خود اوری که است یک چیزی است که گیاهی است، خشک است. بازور ما میریم در آسیا میبریم، آردش میکنیم، دوباره پس آوردیم در روی از این پاش میدیم، این باز برای 10 روز 12 روز در داخل یک بیلر مفته مانده میشه. چون مردم هم شاید اگر ما را ببینه شاید همین رقم خودشان هم اگر 10 روز 12 روز در یک روز دیگه اون مزه نه اون نمیشه. او باید برسه مثل شکل خمیر واره، نه خمیر که انسان میکنه باید اون رقمی برسه. او ترشی را واسه چی چیزا استفاده میکنید؟ این ترشی که از مرچ تازه یا مرچ خشکی که مثلا خشک میکنن پاکستانی، از اون مرچ تازه جور میشه دیگه. زردک و شلغم و چیزی که دینمی از دمو هم است، اما او باز جدا است. اینجا باز ما خودمون برای یک نفر میگه تون پرتو برام تون مندازیم، اگه بگه نه کم تون باشه کم تون، هر رقمی که بگه او باز ما برش با میل دل جور میکنه. اینا در مورد از تو گفتی کمه که در مورد این ترشی پاکستانی هم بر دوستا خو در مورد پاکستانی چون ما که قدر معلومات دارم و اساس از امی است که اینمی چیزایی که دینمی ترشی ما میبینی فکر کو دمی آمد زردک داره هم داره دیگه. یگانه چیزی که دی نداره اون بانجان ما داریم، همه یا داره. چون در پاکستان بانجان پیدا نمیشه، از اینجا میبرن یا هم مندازن. بازی که تماما از این از مسالجات زیاده مثل زیره پلو داره و اونمو چات مساله و گرم مساله و اینمی چیزایش که است برش بیشتر است. اون مساله و اینا دیگه اونا طعمش کشیدن شما با مساله میکشن. همون معجزه که در دست خودتان است شما مزه‌دار میسازید. بله. باز طعم از او گفتین چه رقم است؟ طعمش خوب است دیگه. نه ای که بعدا ما پیشترم برات گفتم هر کس دلش که در پاکستان زندگی کردن نکرده باشی نمیتونی بخوری. یارا دیگه همون کسایی استفاده میکنن که طرفا سفر کردن بیشتر بلد هستن. بله. خب بسیار خوب. یک کمی در مورد چتنی میشه بر دوستا بگویید. چتنی ما یعنی در پشت سر است. چتنی ما از مرچ سرخ جور میشه، از سیر جور میشه، از سرکه جور میشه. چتنی خانگی است. باید برات بگویم که همیشه وقت ما کوشش میکنیم یک نفر یک چیز خوبیش بدیم که همیشه وقت دکان پهلوان ما بیشتر اون گفتم اینجا مشهور است که ما دعایمون نفر بگیریم، چون خصوصا در ماه مبارک رمضان خود دکانداری و اینا سر میچداست چیز خوبی تی با کیفیت بیت مشتری بیشتر پیدا میکنی. بله. نام میکشی در اون چیزا. بسیار خوب، بخیر و سلامت باشی. این چتنی دیگه از ماست تیار میشه. چتنی ماستی است که ماست مفته بین از سیر مفته، مرچ ساوز مفته کرده گشنی است. خب سر اینم پس به مو آماده ساختین؟ نه او را مردم میبره، این خودش آماده است. این را ما آماده میسازیم باز بعد برای مشتریای ما عرضه میکنیم. بخیر و سلامت باشید دوستا. اینی بود یعنی چتنی آچار. یک چیز دیگه هم از بنام آچار نه؟ آچار همین مردم کابل بعضیاش آچار میگن، مردم اطراف آچار میگن، مردم کابلی ترشی میگن. یعنی اردو شک چیز دیگه ناف دو کلمه را ما گفتیم آچار ترشی. آچار که زیاد مردم میگه آچار اوری میگن.
ابری را آچار میگن، شاید او را ترشی بگن. یعنی ما اشتباه نگفتیم. همین رقم است. بخیر و سلامت باشید. تشکر از اینکه وقت گذاشتی و بر دوستا کمی صحبت کردید در مورد اسی. حالا اگر کدام پیام حرفی گفتنی داشته باشی کاملا در خدمت است. همیشه وقت ما میخوایم که سر سلامتی تمام هموطنان ما میخوایم. بخیر و سلامت باشین. تشکر. دوستایی بود آچار و یعنی چتنی وینا که براتون معرفی کردیم. اون طرفتر مربا هست، مربای وطنی هست. تمامشان فکر میکنم ساخته شده، چون در سطح پلاستیکی هست، حتما خودشان ساختن. میریم با اونا هم صحبت های خودمون مربوط شما میشه. خوب مربوط ما است. خب بسیار خوب، بسیار خوب. میریم با اون کمی صحبت میکنیم در مورد مربا، چطور از فروشاتشان چگونه تیار میکنن اونا را. اگر شما هم باز خواستین در خانه تیار بکنین یا بیاین اینجا تیار بخرین، ما را همراهی کنید دوستا. دوستا آچار چتنی و اینا رو همراهش بلد شدیم. همراه محمد زمان جان آمدیم سر مربا. اینا یک کمی در مورد این مربا بگو بر دوستا. مربای خانگی است که ما خودمون در خانه طرز تهیه میکنیم، چون ما خودم با دست خود میندازم این مربا را. دیگه این مربای آلو بالو است، بیخسته، خود ما خستهش کشیدیم. یا ما شکرپاره است و این دیگه هم آلو بخارا است. آلو بخارا. سه رقم مربا کدامش باز بیشتر مردم دوست دارن استفاده میکنن؟ مردم عزیز ما همیشه وقت زیاد که میبرن مربای آلو بخارا را میبرن، به خاطر که امسال یک ذره هوا سرد است، رمضان در هوای سرد آمده. سابقا که در هوای گرم میامدن چوری را میبردن به خاطر که تشنه نشن. یعنی به خاطر از اینکه تشنه نشن، به این خاطر خوب است برشون که استفاده میکنن. آی چون انسان تشنه نمیکنه خودش ترشه. چرا این دو تا دیگهش باز تشنه میسازه؟ نه، به خاطر از اینکه از بوره و از چیزا جور میشه، شیرینی از یا بیشتر است. اون چون یک رگ ترشی داره، به او اساس به خاطر که مردم تشنه نشه در جریان رمضان به او اساس. خب بسیار خوب. بس از دوستا هستن وقتی که مربا جور میکنن یک چیز دیگه دارن به نام جوارخن، نه چی میگن، نه از چیزا استفاده میکنن. شما خود استفاده نمیکنید؟ نه، او رقم چیزایی نیست از ما. چه چیزا استفاده میکنین؟ مثلا این مربای آلو بخارا را اگر بخواید دوستا در خانه آماده بسازن، کدام چیزا را اضافه بکنن که یک مربای خوب و متمزه‌دار باید تیار بکنن؟ یگانه چیزی که ما در این علاوه میکنیم آب گلوکوز است که میندازیم و خودش مکمل بوره است. این عالمای مبارک رمضان است، دروغ گفتن تاریکی ایمان است. ما همیشه وقت گفتم که دکان پهلوان ما همیشه وقت اینجا هستیم، بازم برات میگم. و بیادر دوم دیگه یک ذره که ما بدهی مندازیم جوار لیمو مندازیم که دوباره بوره نگرده. دیگه هیچ کدام چیزی نداره. تو جوار لیمو اینا خوب است اگر لذت شبیه. اگر مثلا خود ما لیمو رو که بکشیم دی پرتیم، چون همین هموطنانمون که میبینن اگر جوار لیمو استفاده نکنن در خانه جور میکنن، خود لیمو رو که بشپلن پرتن باز هیچ وقتی دوباره بوره نمیگرده. یعنی اگر جوار لیمو اینا استفاده نکنن باز همون دوباره بوره میگرده. بله دوباره بوره میگرده. اما دفعتاً که سرد شوه بوره میگرده. یک چیز دیگه را پیشتر گفتی آب گلوکوز گفتی استفاده میکنیم، نه؟ باز اون نقص چیزا آب گلوکوز نه نقص نداره، او همیشه وقت طعمش خیلی بالا میبره، چون که میخوری بسیار به طعمش فایده داره. خاطر از این گلوکوز سابق شنیده بودم برای طفلکا میتن، نه؟ آب گلوکوز اما تو یک چیز است یا فرق میکنه؟ نه، این آب گلوکوز تو آب گلوکوزا فرق میکنه. اینه به خاطر از این پرسان کردم که شما گفتین شاید بیشتر دوستا هم رازی بلد نباشن، نگه حتما نقص داره دیگه، نه؟ به این خاطر یعنی دوستا خوب است نقص نداره. یکمی در مورد از یام بر ما بگو. دیگه ایام عین جور کردنش به شکل میشه که دوباره ایره باید نرم کنی. همین چیزه آلو بالو را این باید خستش کشیده شوه و خستش کشیده شد تر میشه. وقتی که تر شد نرم میشه، باز دوباره می هر چقدر مقدار خودت که در داخل دیگ او مندازی، باز با مقدار از اینمی که مثلا یک سیر از دو سیر از 10 سیر از هر چیزی که پخته میکنی، باز رو بیادر اندازی از اون بوره مندازی. باز بعد از که بوره سر قیام آمد، هر وقت قیامش کش کردی که بالا هم تو غاز داد، باز چیز دمندازی همین آلو بالوی دمندازی. اینو گفتی اول میمونن آب تر میکنن، بعد از باز جوش میدن. اول آب داب میمونن اینو تر میکنن، همین خستهش هم میکشن، بعد از این خود آب خود به خود نرم میکنه. بعد از که تو قیامت جور کردی، هم قیام خود شربت است. زمان کوره جور کردی باز رو مندازی. اینو کنداختی برای یک 15 دقیقه 20 دقیقه دیگه میمونه که خودش در بین خود هم قیام میگیره. زمانی که قیام گرفت باز همین سر از خودش قف میکنه. اون قفا از این جمع کرده میری که چون این رقمی جلا که داره، نه همیشه وقت ببینید یک رقم جلا داره میگی چرب است، اما چرب نیست. اونمو قفی را که تو اثرش جمع میکنی بازی جلای خود پیدا میشه. جلای خود پیدا. بخیر و سلامت باشی. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتی. بخیر باشین. خب دوستا با محمد زمان جان صحبت کردیم
دیدین طرز تهیه آچار هم دیدین، از مربا هم دیدین. حالا بیاین با دوستای دیگه که هستن اینجا با اینا هم صحبت‌های داشته باشیم در مورد همین چیزایی که هست اینجا، نظریات از اونها رو هم داشته باشیم. ما رو همراهی کنید دوستان. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین شما؟ تشکر، سلامت باشین. نام مقبول چی است کاکا؟ اسمم عبدالحمید. عبدالحمید جان چی خریدی امیال اینجا؟ ترشی خریدم، مربا خریدم. زیاد شوقی هم چیزا هستین؟ بله دیگه ماه مبارک رمضان از مجبور کرد. چطور بود؟ باز قیمت‌هاش ارزان بود؟ خوب است فضل خدا. از پارسال که امسال خوب است. ارزان شده است امسال. امسال همه جیگر دوستا پرسان میکنه میگه خوب است، ارزانی شده است. ولی از یک چیزی که مینالن بیکاری است، میگه پیسه نیست. این بیکاری دیگه. کدام ترشی خریداری کردین، پاکستانی یا وطنی؟ نه وطنی خودم خوبش است، بسیار خوب است. از اینجا گرفتم بسیار خوب. بسیار خوب است. قیمت هم دیگه بدل. بسیار بدل ما. داری باز انداختن از چیزارم. بله. نه یگان وقت دیگه. اقتصاد ابتدایی و دیگه زیاد جنجال داره. کدامش باز ارزان تمام میشه که تیار بخری یا؟ ارزان می تیار خوب است. تیار خوب است. از اینکه ارزان یعنی اینکه خودت بندازی اون قیمت تمام میشه دیگه. دیگه زردک شلغم میشه و گلپی زیاد، گلپی هم قیمت شده. گلپی هم قیمت شده از بله. حالا فصلش نیست دیگه، فصلش بود باز ارزان هم بود. خب بسیار خوب. چطور از باز همون تو مزه‌دار خودت هم انداخته میتونی؟ بله دیگه. یا قدر مزهش قایدار از یا نیست؟ نه دیگه اون دیگه با سیاسرا خودشان میفهمن که خودت نمیندازی در خانه میندازن. خب من گفتم خیلی خودت میندازی. خودت نداری انداختن؟ نه خب بسیار خوب. آرام باش. کدام شواز زیادتر خوش داری در بین این ترشیا گفتی پاکستانی و وطنی؟ این وطنی خودم خوب است دیگه، پاکستانی ولی دلم نمیشه. اون چیزی شکلی ببینم دل آدم نمیشه دیگه. هر کس ذوق شاد. بخیر سلامت باشی. اگر کدام پیام برام آرام باشی. پیام نمیاد که یک در ارزانی شو، کار با مردم پیدا شو، یک در بیادر اتفاق برابر شو. این جنگ جدال و مین گذاری همی گم شو. یک سر گم شده است دیگه. خب من اون روز دیگه من جاری شده وزارت خارجه بسیار مردمونه چیزی که نمی چیزا گم شده دیگه کدام کار نیست. بخیر سلامت باشی. آرام باشین. بخیر باشی سلامت. تشکر از شما. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ تشکر، سلامت باش. اول میشه نامت برام بگویی. اسم من امین کبیری است، آدمی چندوال هستم. خب بسیار خوب امین جان. چقدر وقت است همین کار خودت انجام میدی؟ والا من خودم قدر زیاد وقت نمیشه. ماما میاکلشون ترشی فروش است. ما کدام ما کار کنیم اون حساب. کدام ما یارم بازم برات درست میکنن یا خودت آماده میسازی؟ والا من شاگردی کردم دیگه. من خودم درست میگم. مقصد است استاد ماما است. استاد مامایت است. چقدر وقت است آمدید همین کار خودت؟ یک 2 سال شد 3 سال؟ والا من خب از وقت بود مقصد قدر ترشی فروشی نمی‌اند، خوراک فروشی داشتم. خب بسیار خوب. بیکاری های کار گرفتم. چطور که آمدی طرف از این خوراک فروشی فایده نداشت چطور؟ والا چیز است، ماه رمضان هم ترشی خوب است. خب ماه رمضان یعنی بازارش از دیگه باز بعد از رمضان پس اعلام می‌کنی. بله یا می‌باشی بعد از رمضان؟ والا بعد رمضان شاید نکنیم این کارو. چطور است باز بازارایتان فروشات چطور؟ خوب است فضل خدا خوب است. بله. چند نوع ترشی داری اینجا خودت؟ یعنی بر چتنیات فکر می‌کنم فرق می‌کنه. یک رنگ سبز، یک رنگ سرخ سبز است. دیگه ترشی وطنی دارم. من پاکستانی و یار کار نمیکنم. یارم ماما جان انداخته دیگه خودت میاری فایده. من خودم انداختم. خب مثلا شاگرد ماما هستم. شاگرد ماما هستی. دستش درد نکنه. نه خوب کار یاد. سلامت باشه. این چکه چطور؟ چکه وطنی است؟ چکه خندزی است. خندزی است. از شیر گاویس یا پودری؟ ماسی است. چکه ماسی ماست. از ماست. چطور از باز فروشات اسو مردم زیاد خریداری میکنن؟ بله میخرن. یک چیز دیگه که از اینجا کمی طرفتر بریم بر دوستان ببینن اینجا چیز است. مربای زردک فکر میکنم خودت آماده ساختی نه؟ اینا رو خودت در خانه آماده میسازی؟ یارو در خانه درست میکنیم. بله. بسیار خوب. چطور از باز مزهش؟ والا مزهش خوبش است. این مربا وینا باز مثل ترشی وینا وقت داره که باید بانیش اما تو مزه را پیدا میکنه همین که آماده شد. نه مربا دیگه آماده میشه بسیار زود. تو قدر چی نمیخواد، وقت نمیخواد. تفاوت از اینا باز با این مربای دیگه چی است؟ مربای زردک چقدر تفاوت داره با اینا؟ والا مزه دیگه طعمش فرق میکنه. آلو بخارا است، زردک و آلوبالو. کدامش زیاد همون مزه‌دار میتونی؟ والا زیاد مردم آلو بخارا رو میبرن. آلو بخارا رو بله آلو بخارا. خب بسیار باز قیمتا واسه اینا فرق میکنن. بله زردک ارزان‌تر است، آلو بخارا قیمت‌تر است. این به خاطر عزیز که باز خود آلو بخارا قیمت خود آلو بخارا قیمت است. بله بخیر سلامت باشی. کلام پیام حرف گفتنی اگر برای
مردم داشته باشی که زنده باشین، کدام پیام خاص نداریم دیگه. آرزوی ما همیست که یک کار بار زیاد شه و مردم آرام باشه. اینمی آرزو و پیام ماست. بخیر سلامت باشین. تشکر. سلامت باشین. سلامت. سلام، خوب هستین؟ سلام جور بخیر، صحتان خوب است؟ تشکر، سلامت باشین. نام مقبول چی هست؟ پیمان و فانوس هستم از خود شهر کابل. بسیار خوب. پیمان جان چی میکنی اینجا آمدی؟ آمدیم به خاطر خریداری و چیزا برای افطاری ببریم، یگان چیز برای سحری و خریدی چیزی هم هست؟ والا تا فعلا نخریدیم، خود تصمیم داریم که بگیریم دیگه. چی میخوای خریداری بکنی؟ والا تصمیم دارم که مربا و آچار و دیگه چکه و این چیزا بگیریم ببریم بهانه به افطاری و بسیار خوب. بسیار خوب. همین ترشی و این چیزا بسیار افطاری بسیار مسیح دیگه دارن. بله واقعیت است. مزه همی روزه و ماه مبارک رمضان با روزه و بمی بولانی و آچار ایناست که افطار آدم کنه و بله. واسه همین چیزا را بیشتر در ماه رمضان هم خریداری میکنه. خودت چطور؟ دیگه ما هم باز خریداری میکنی، استفاده میکنی نه تنها در رمضان؟ والا نه چی بگم، ماه مبارک رمضان بیشتر ما استفاده میکنیم دیگه. ما قدر دیگه علاقه چیزی به آچار اینا نمی باشه دیگه، زیادتر با دمای مبارک رمضان استفاده بیشتر. کدام رقم آچار از زیاد می چتنی اینا را کدام رقمش از زیاد دوست داری خودت؟ والا می آچار وطنی را دیگه پاکستانی را کم بیش دهانه خوش دارن دیگه میبریم، چون از دو رقمش میخریم. ذوق‌ها مختلف است. بله بسیار خوب. بسیار خوب. سلامت باشی. خودت هم برو خریداری ده بکو، مزاحم وقتت بیشتر نمیشیم. اگر کدام پیام حرفی گفتنی داشته باشی بر دوستا کم زنده و سلامت دیگه. از طریق کمره شما اولا اطاعت عبادات تمام مسلمین خداوند قبول درگاه حق خود بگردانه. دوما یک صلح سرتاسری فریمانی و ارزانی و آرامی و یکی همین بیکاری، اوج بیکاری در کشور ما زیاد است. خداوند دیگه دعا میکنیم که دائما که خداوند همین بیکاری را زیر شکن بسازه از کشور ما، بخیر جوانات صاحب شغل و وظیفه شوند، هر کس در مسلک خود باشه دیگه. همین دعا را میکنیم به درگاه خداوند. بخیر سلامت باشید. ماه رمضان هست، روزه بدان دعا کردیم، حتما خداوند قبول میکنه. از همگی ما و شما را خداوند طاعت بخیر سلامت باشید. از شما تشکر. زنده و سلامت. خب دوستان عزیز، این بود گزارش امروز ما که از چندور کابل در مورد ترشی و آچار و چتنی اینا براتون تقدیم کردیم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد و دوستا هم هر کدامشان گفتن اگر خواستین در خانه آماده بسازین چگونه آماده بسازین، امیدوارم که یاد گرفته باشد. شما هم کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، گزینه زنگوله را فشار بدین. اگر پیشنهاد انتقاد دارین میتونین که پای کامنت بر ما بنویسید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار.